قبل یک هفته مشود که یارمارکه فروش محصولات اولیه در شهر بختر در صحن تئاتر به نام اتم همجان شهر بختر برگزار شده است و همه روزه ساکنان باشند از این منطقه آمدن محصولات خود را با نرخ دسترس و نسبت به بازار ارزان خریداری میکنند. این یارمارکه تا 1 می ادامه می‌یابد. با مقصد حفظ اجتماعی اهالی و با محصولات خوش‌صفت تامین امنیت ساکنان در عرفه ماه شریف رمضان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان یارمارکه فروش محصولات نیازی اولیه تشکیل کرده شد. محصولات خوراکی از قبیل ارد، روغن، گوشت، تخم، مکرون، میوه‌جات و دیگر نمود محصولات خوجگی قشلاق پیشکش خریداران شهر بختر گردانیده شد. در عرفه ماه مبارک رمضان تشکیل نمودن چنین یارمارکه به منفعت خواهد بود. ساکنان میگویند خوب میشد که چنین یارمارکه نه تنها در ماه رمضان بلکه هر ماه یک مرتبه گذرانیده شود، چون مردم نیاز به چنین دستگیری را دارند. نبی جان سید ابرار، فردوس عمروف، مخصوص برای روزنامه ختلان.